سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من ارشیا هستم. امروز اومدیم که بتل پس برای شما بررسی کنیم دوستان، ببینیم چجوره، آیتماش چیان و خلاصه همین ارزون. خب بتل پسی که اومد حدودا یه هفته ای فکر کنم باشه، ولی من خب اون روز که اصلا وقت نکردم بیام ویدیو بگیرم و چند روزی نبودم. خدا شاید ببخشید بچه‌ها، امیدوارم حمایت کنید از من و ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. خب حالا بچه بتل پس قرار تک تک آیتمای خوبشو بررسی کنیم. اولین آیتم اسکین، نمیدونم اسمش قشنگ بخونم، به نظر من واقعا اسکین قشنگیه بچه. اسکین خوبه. بکنه آیسیار یکشم به نظر من عالیه. مثلا من اینجور نیستم که بیام به همه گاناش عالیه، همه چی عالیه، الکی بگم عالیه بره. نه آقا، 2 تا اینجا فعلا عالی بود. کالین کاردشو اصلا دانلود نداشتم، خوبه به نظرم، بد نیست. نگفتم عالیه، بد نیست. پروفایلشو والا نمیدونم بگم، این نظر شما. کیو نشو واسه اینجا ببینیم. قشنگه، آره واقعا قشنگه. یعنی فکرشو نمیکردم چنین چیزی باشه. این کیو نه، این اسکینش نمیدونم والا، نظر شما مهمه. به نظر من 50-60% خوبه. آره خب و حالا دنسشو ببینیم چجوره. تا دانلود بشه. خب آیتماشو بتل پس برگشتم خواهم سوفیا هست، ولی اونم بتل پس فقط لوکاسش و سوفیاشو و اینه، چیزهای دیگرش اصلا خوب نیست به نظر من. خب حالا زودتر دانلود شد. گان چیه؟ شاتگان نمیدونم والا. بد نیست به نظر من. نه قشنگه. این از این زاویه نگاه کنه خیلی قشنگه، ولی یه جوریه انگار. دنسش میکنه، نگاهش نگرم تا حالا. آره به نظر من دنسش عالیه بچه، واقعا قشنگه. که خوبترین نه خوبترین نه آرتری خب همیشه اسکین خوبیه بچه ها، این خود دیگه میدونید. یعنی به آرتری به ارزش این بتل پس آورد بالا. و دیگه اینجا هم این گانو میده که اصلا به نظر من اصلا گان خوبی نیست از نظر من بچه ها. کم درخواست بده. نه اصلا واقعا گان خوبی نیست بچه ها. ولی نظر شما خودتون تو کامنت ها بگید دیدم چیه. خب آره اسکین نمیدونم، ولی هرچی هست واقعا یه اسکین قشنگیه. گان اسنایپرشو میبینیم، گان اسنایپرشو میبینیم که ببینیم چی بوده یه جوره. خب اسنایپرش لحاظ رنگ قشنگه، ولی شکلش زیاد نه به نظرم زیاد شکلش نه. خب حالا اسکینش آروش واقعا قشنگه، خدا وکیلی اسکین قشنگه آقا. خب اینم از این بتل پس بود بچه‌ها، امیدوارم خوشتون اومده باشه. ویدیو منو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، منتظر ویدیوهای بعدی منم باشید. خدا نگهدار.